خب به نظرتون این فسیل چیه؟ کاوش رو ادامه میدیم برای فسیل یک نوع جانوره. این یه استخون، این فکر کنم سرش بوده، حالا افتاده داخل. کاوش رو باید خیلی با ملایمت بکنیم تا آسیب نرسه. کامل اصلا زیر خاک بود داخل این سوراخه. بعد خیلی آهسته، این خیلی حرکت حساس و حالا بقیهش بدن خیلی باید با آرامی. هنوز متوجه نشدم فسیل چیه این. فعلا میخوام سالم درش بیارم. شاید مال دوره دایناسورها باشه، شاید دوره شبیه چه حیوانیه این زیرشه، این داخلش، اونم روشه. فعلا واقع رزیه که با اصلا ما دست لیخنیه بیا خیلی که بیا سالم تا که داگرد من پودر نه. خب دوستان، کاوش به مرحله انجام نه انجامیست. چی میگم من؟ مرحله انجام اینم از این. ولی به نظرم این لاک پشت لاک پشت همین زیر زمین مرده. حالا معلوم نیست چندین سال پیش بوده. خورد شد این داخلش، این بیرونش. اینو کاوش کرد. خداحافظ.